رفقا سلام. تو این ویدیو قراره با هم دیگه اولا آموزش کار با ابزار فشارسنج بنزین، فشارسنج پمپ بنزین خودرو رو آموزش بدیم. دوما ایراداتی که ما به واسطه همین ابزار میتونیم تشخیص بدیم رو خدمتتون عرض کنم. این ویدیو رو تا انتها مشاهده کنید. رفقا ببینید، فشارسنج بنزین، این ابزار به ما کمک میکنه یه سری عیب‌های ناشی از کاهش یا افزایش فشار سوخت رو بفهمیم و اونها رو برطرف کنیم. اولا اینکه اگر ماشین رو دیدید در مدت طولانی خاموش کردید و بعد از اون هنگام روشن کردن مجدد دیر روشن شد، یا اگر ماشین در دورهای بالا کم آورد و به درستی گاز نخورد، یا در زمان کارکرد درجا لرزش داشت، یا صدای اضافی از پمپ بنزین شنیدید، این علائم میتونه از فشار ریل سوخت باشه و باید با ابزار فشارسنج پمپ بنزین، این ابزار اندازه گیری کنیم فشار بنزین رو. این ابزار همونطور که میبینید شامل یک گیج فشار هستش، در واقع برای اندازه گیری فشار سیال طراحی شده. یک شیر برای جدا کردن مدار به دو قسمت قبل و بعد از گیج هستش که ارتباطی فشار ریل و فشار پمپ از این طریق صورت میگیره. همینطور دو تا شیلنگ داره و در نهایت دو اتصال کویک کانکتور داره. این دوتا نکاتی که باید بدونید: قبل از اتصال فشارسنج بنزین اولا موتور باید سرد باشه چون خطرناکه، و بعد هم حتما یک دستمال زیر در واقع شلنگ ورودی بنزین که روی ریل سوخت قرار داره بذارید تا بعد از باز کردن شلنگ ورودی نشتی به قسمت‌های مختلف بنزین سرایت نکنه. این موتور تیو 5 هستش و ریل سوخت اون در داخل مانیفول و شیلنگ ورودی این قسمت قرار داره که با هم دیگه شیلنگ رو باز میکنید. دقت کنید برای باز کردن شیلنگ در مدل هایی که کویک کانکتور به صورت فشاری هستش از انبار مخصوص، و بعضی شیلنگ های ورودی کانکتوری که دارن رو شما باید با یک دوسوی ریز یا یک در واقع ابزاری مثل این فشار بدید یک سمت و شیلنگ رو بیرون بکشید. بریم با هم دیگه اول شیلنگ رو در بیاریم و بقیه مراحل رو به صورت کامل ببینیم. خب همونطور که میبینید ریل سوخت اینجا قرار داره و در واقع شیلنگ ورودی به ریل همونطور که تو تصویر میبینید در این قسمت قرار داره. ما برای در آوردن این شیلنگ کافیه با یک دوسوی ریز این قسمت رو فشار بدیم، این قسمتی که میبینید، و همزمان در واقع شیلنگ رو بیرون بکشیم به این صورت. ببینید خب همونطور که میبینید بنزین بعد از باز کردن نشتی پیدا میکنه از لوله و حتما اون پارچه‌ای که خدمتتون عرض کردم زیرش قرار داره. بعد از باز کردن این قسمت فشارسنج بنزین رو به شیلنگ ورودی وارد میکنیم و این قسمت که همانند شیلنگ ورودی این در واقع کانکتور وجود داره رو روی ریل سوخت قرار میدیم. خب با این کار ما تونستیم که فشارسنج بنزین رو متصل کنیم به این خودرو. دقت کنید که همیشه فشارسنج در مسیر لوله ورودی قرار میگیره و اگر در برخی مدل ها شیلنگ برگشت بنزین هم وجود داشت باید باز هم روی شیلنگ ورودی قرار بگیره. بعد از این کار باید اتصالات رو بررسی کنیم و از نداشتن نشتی مطمئن بشیم. بعد از باز کردن سویچ پمپ شروع به کار میکنه و فشار تا 3.5 بار بالا میره یا 50 PSI.
و ممکنه تا 3 بار ثابت بمونه. سویچ رو باز میکنم و فشار سنج رو دقت کنید. خب همونطور که میبینید با بالا اومدن در واقع سوخت فشار سنج عدد 3.5 بار رو مشاهده میکنید یا 50 PSI و اگر مدتی صبر کنید ممکنه تا روی 3 بار هم پایین بیاد، همینطور که داره میاد پایین و روی 3 بار ثابت بمونه. خب دقت کنید که این فشاری که شما میبینید باید در حالت موتور روشن هم حفظ بشه. موتور رو روشن میکنید و باید بین 3 تا 3.5 بار فشار سوخت داشته باشید. در زمان گاز دادن ناگهانی هم نباید افت فشار زیاد داشته باشیم به دلیل افزایش ناگهانی پاشه انژکتورها یک افت ریزی وجود داره و اما نباید این افت زیاد از حد باشه. خب میرم موتور رو روشن کنم که واکنش فشار سنج رو ببینیم. خب بعد از روشن کردن موتور می‌بینیم که فشار روی همون 3 بار یا 50 PSI ثابت مونده. همینطور بعد از خاموش کردن موتور باز هم ما نباید افت فشاری مشاهده کنیم. بریم موتور رو خاموش کنیم. خب موتور رو خاموش کردیم و همونجور که شما میبینید افت فشاری نداریم. اما اگه بعد زمان کمی مثل 1 ساعت 2 ساعت این فشار به 0 برسه، در زمان استارت مجدد خودرو به سختی روشن میشه و در حالت بدتر ممکنه در اثر نشتی این اتفاق بلافاصله بعد از بستن سویچ بیفته و فشار به 0 برسه. 3 تا دلیل میتونه داشته باشه. یا از سمت ریل سوخت و سوزن‌های انژکتور ما نشتی داریم، این سوزن‌ها و ریل سوخت، یا مسیر ریل سوخت تا باک تا برسه به باک دچار آسیب و نشتی هستش، یا قسمت‌های داخل باک و پمپ بنزین. خب برای تشخیص منشأ نشتی باید اولا ما این شیری که اینجا می‌بینید رو قبل از خاموش کردن خودرو یا حالا در حالت سویچ باز این شیر فشار سنج رو ببندیم و بعد سویچ رو ببندیم یا خاموش کنیم خودرو. در این حالت اگر فشار پایین اومد یعنی از سمت سوزن‌ها و ریل سوخت دچار نشتی هستش، چون گیج فشار بعد از بستن این در واقع شیر مسیر ریل سوخت رو برای ما اندازه گیری میکنه. حالا در برخی فشارسنج‌های بنزین ممکنه شیر این قسمت باشه. اگر این شیر گیج سمت راست گیج باشه و گیج سمت راست به ریل سوخت وصل باشه، با بستن اون و پایین اومدن فشار یعنی ما نشتی از سمت ریل سوخت و سوزن‌ها داریم که البته این نشتی ریل سوخت و سوزن‌ها بیشتر تو سوزن‌های توپل به وجود میاد. تو سوزن‌های توپل حتما باید به اورینگ‌ها دقت کنید. 2 تا اورینگ داره سوزن‌های توپل. خب این سوزن‌ها که تو مدل‌های قدیمی پژو و سمند وجود داره و پارس وجود داره، مدل‌های پایین، باید دقیقاً این در واقع اورینگ ها آببندی یا اورینگ روی این قسمت پایین قرار میگیره، یه اورینگ همین بالا باید دقیقاً آببندی درستی صورت بده تا کاهش فشار نداشته باشه و ایراداتی مثل دیر روشن شدن و دود سیاه و بدکار کردن به وجود نیاد. حالا اگر نشتی از داخل باک به مسیر سوخت بود، با بستن شیر گیج که به سمت ریل سوخت قرار داره، با بستن اون نباید کاهش فشار داشته باشه و با باز کردن شیر اگر کاهش فشار داشتیم یعنی نشتی از مسیر سوخت و یا از داخل باک هستش. نشتی در مسیر سوخت هم که باید به صورت چشمی شیلنگ‌های ورودی سوخت رو از ریل سوخت تا فیلتر بنزین و تا باک بررسی کنیم، چون ممکنه دچار ترک یا در واقع دفرمگی و ایراد باشه و همچنین پاشش از قسمت فیلتر بنزین و کانکتورهای اون باشه که بسیار خطرناک هم هست.
اما اگر مسیر هم دچار نشتی نبود، نشتی از داخل مجموعه باک و پمپ بنزین و مغزی اون هستش. ببینید مغزی پمپ بنزین یک سوپاپ چک والوی داره که اینجا قرار داره، در این شلنگ خروجی از مغزی هستش. سوپاپ یک طرفه است. اگه خراب باشه یا بر اثر ورودی ناخالصی کثیف شده باشه، سوپاپ در جای خودش نمیشینه و این مسیر باز میمونه و سوخت از سمت ریل به باک برمیگرده. همچنین روی پمپ بنزین، مجموعه پمپ بنزین باید حتما شلنگ‌های ورودی و خروجی، این شلنگ‌هایی که می‌بینید بس روشه، به مغزی پمپ بنزین، به درب پمپ بنزین و همچنین بقیه اتصالات رو بررسی کنیم. حتی این کانکتورهایی که روی پمپ قرار میگیرن باید بررسی کنیم که آب بندی باشه و نشتی نداشته باشه. همچنین نشتی ممکنه از رگولاتور و اورینگ های اون باشه. این رگولاتور سوخت و اورینگ های اون باشه که روی پمپ قرار داره و در این حالت بهتر کل پمپ بنزین رو تعویض کنیم. ببینید این رگولاتور هم دو تا اورینگ قرار داره، یکی اینجا قرار داره این پایین، یکی هم این بالا قرار میگیره. اگه اونها هم آب بندی نباشه باعث میشه که نشتی صورت میگیره و فشار سوخت پایین بیاد. دقت کنید که در حالت پایین اومدن فشار سوخت بعد از خاموش کردن خودرو، در استارت مجدد خودرو دیر روشن میشه و اگر نشتی از سمت سوزنها باشه خودرو در حالت گرم دیر روشن میشه و اگر از سمت پمپ یا مسیر سوخت تا پمپ باشه خودرو در حالت سرد دیر روشن میشه. یکی دیگه از عیب‌هایی هم که وجود داره، ممکنه خودرو دیر روشن بشه و در دورهای بالا هم خوب گاز نخوره. فشار پمپ رو وقتی سویچ رو باز میکنیم و گیج فشار سنج بنزین با سرعت کمی بالا میاد و برای رسیدن به 3.5 بار در حالت سویچ باز باید سویچ رو 2-3 بار باز و بسته کنیم. این یعنی بنزینی که به سمت ریل سوخت میاد با فشار پایینی میاد که در این حالت در دورهای بالا هم به خوبی گاز نمیخوره و احتمالاً فیلتر بنزین گرفته شده و کیپ شده یا شیلنگ‌های بنزین در مسیر خودشون گرفتگی یا دفرمگی دارن که اونا رو باید به صورت چشمی حتما بررسی کنیم. در برخی مواقع مغزی پمپ بنزین نیمسوز شده. در برخی مواقع هم صافی زیر پمپ بنزین، یعنی این گرفته میشه و کیپ میشه که باعث شه بنزین به درستی و با فشار صحیح وارد مسیر نشه. اگر کشش خودرو کم بود و از طرفی زمان پاشش در دستگاه دیاد در قسمت پارامترها زیاد بود، همچنین موتور خامسوزی نداشت، مصرف بالایی هم نداشت، یعنی یک خودرو شما دارید که خامسوزی نداره، مصرف بالایی نداره، اما کشش خودرو کم هستش و وقتی دستگاه دیاد رو بررسی می‌کنید در قسمت پارامترها متوجه میشید که زمان پاشش هم زیاد هستش، اینجکشن تایم بالایی داره. این یعنی فشار بنزین پایینه و اگر فشار سنج در حالت موتور روشن فشار پایینتر از 3.5 نشون بده، ایراد از رگولاتور سوخت هستش که یا ممکنه رگولاتور از آب بندی خارج شده باشه یا کثیف شده باشه که رگولاتور رو یا خود پمپ بنزین رو به صورت کامل عوض می‌کنیم یا رگولاتور اون رو عوض می‌کنیم. در برخی مواقع نادر هم فشار بنزین شما می‌بینید بالاتر از 3.5 بار هستش که این حالت به دلیل این هستش که رگولاتور احتمالاً در حالت بسته گیرپاش کرده و در واقع بعضی مواقع ممکنه به دلیل خرابی شیربرقی کنیستر که این لوله در واقع کنیستر هستش توی این مدل موتور، شیربرقی کنیستر خراب هستش و ورود بخار بنزین اضافه به موتور رو باعث میشه که پاشش بنزین از طریق انژکتورها به دستور ECU کم بشه که در این حالت چون بنزین کمتری از ریل سوخت خارج میشه فشار پمپ بالا میره. پس قبل از شک کردن به رگولاتور باید مسیر کنیستر و بخارات بنزین رو هم بررسی کنید، چون در صورت ورود اضافه بخار بنزین مخروط سوخت و هوا غنی شده و ECU دستور کاهش پاشش سوخت رو میده و در نهایت فشار پمپ بالا میره. خب دوستان ممنونم که این ویدیو رو تا انتها مشاهده کردید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. این ویدیو هم برای دوستانتون بفرستید. موفق و مؤید و پیروز باشید.